در نخستین افطار رمضان میتوان گفت که میلاد کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در مرکز ثغر روزهای رمضان و ضربت خوردن و شهادت مظهر عدالت در شبهای قدر نشانه‌های آشکاری از پیوند واژه‌های کرامت و عدالت در پرتو ولایت است. مراسمی که هر ساله با حضور رئیس جمهور و به میزبانی وی در محل نهاد ریاست جمهوری در نخستین روز ماه مبارک رمضان برگزار می شود. این تومی‌ها رو که در جهت مدت کودکان بسته هست آماده کردن. دوستان خبرنگار، گزارشگران و تمام دوربینان که بتونن از این توماره. سعید، ماه رمضان تو رو یاد چی میندازه؟ یاد نزدیک شدن به خدا، یاد راز و نیاز کردن با خدا، نزدیک شدن به درگاهش رفتن و هرچی میخوای این ماه میتونی به دست بیاری. خدا. موقع افطار چه دعایی کردی؟ دعا کردم همه مریضا شفا پیدا کنن، بعد همه مردم کشور اسلام به آرزوشون برسن. دعا کردم اونایی که مریضن اول شفا پیدا کنن، اونایی که تو بیمارستانن، اونایی که تو زندگیشون مشکل دارن خدا مشکلشون رو حل کنه. بزرگترین آرزومه که زور زمانه بعد برادرم خوب بشه تو بیمارستانه. شما اومدی اینجا رئیس جمهور رو ببینی، چه صحبتی باهاش داری؟ ازش میخوام که کشور خوب نگه کشورمون رو سریع سالم نگه داره، از اون مواظبت کنه، کشور ایران رو سرفراز کنه. پیامبر اکرم فرمودند کسی که یتیمی را سرپرستی کند و عهدهدار نفقه و مخارج او گردد با من وارد بهشت می شود. مهرافر، خبرنگار شبکه خبر.